منبع معتبر برای خرید شارژ و بسته ها هستید؟ افغانیار تلکام. شما می توانید کافه بازار را باز نموده در قسمت جستجو افغانیار تلکام سرچ نموده اپلیکیشن افغانیار تلکام را دانلود نمایید. از مرحله نصب اپلیکیشن را باز نموده روی گزینه ثبت نام کلیک نموده صفحه واتساپی که برای ما باز می شود اسم خود را می نویسیم، اسم پدر خود را می نویسیم و نمبر اکاونت بانکی را می نویسیم که ما خواهیم در افغانیار تلکام با آن حساب باز نماییم. از ارسال مشخصات به طور اتوماتیک یک نام کاربری و پاسورد آماده. برنامه افغانیار تلکام را باز نمایید، گذرواژه و نام کاربری را دایر نمایید. صفحه جدید برای شما باز شده. در این صفحه اول حساب من را کلیک نمودم، مقدار پولی که اضافه نموده اید و نام کاربری و مشخصات شما ذکر شده است. بعد این شماره کارت بانکی که بخواهید با آن پول اضافه نمایید. از طریق این نمبر اکانت بانکی میتوانید به اکانتتان پول اضافه نمایید. برای ارسال کردیت به افغانستان روی کردیت افغانستان کلیک نموده. بعد از باز شدن صفحه مقدار کردیت را انتخاب نموده. بعد از انتخاب شماره ای که میخواهید با آن پول اضافه نمایید را دایر نموده و روی گزینه خرید کلیک نمایید. موفقانه انجام شد. برای خرید بسته ها روی یکی از شبکات مخابراتی کلیک نموده بسته های مورد نظر اینترنتی را انتخاب نموده بسته ای که میخواهیم فعال نماییم را کلیک نموده. بعد از آن شماره ای که میخواهیم با آن پول ارسال نماییم را دایر نموده کلیک روی گزینه خرید بسته فعال میگردد. چنان برای ارسال شارژ به شماره های ایران این بخش را انتخاب نموده یک از بسته هایی که میخواهیم ارسال نماییم را انتخاب نمایید. همچنان برای بسته های اینترنت بسته مورد نظر را انتخاب نموده و شماره ای که میخواهیم با آن پول اضافه نماییم را دایر نموده و بعد هم گزینه خرید را کلیک می نماییم. چنان جهت خرید الماسیمو روی الماسیمو کلیک نموده بعد از آن مقدار الماسی که میخواهیم خرید نموده و نمبر را دایر و گزینه خرید را کلیک می نماییم. همچنان برای خرید یوسی پابجی روی یوسی پابجی کلیک نموده مقدار یوسی را که میخواهیم بخریم انتخاب نموده در جای دی روی گزینه خرید کلیک نمایید.